دوستان توجه کنید، زمانی که موتور میسوزه اتصال به بدنه پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی هر جایی که شما فلزی باشه فازمترتون روشن میشه. اتصال به بدنه یعنی این، هر جایی که با فلز مرتبط باشه فازمتر روشن میشه و اگه بزنید تو برقم این موتور یه استارت کوچولو میکنه، مجدد از کار میفته، چون تواناییشون دیگه نداره کار کنه. این نکته رو گفتم برای شما بگیرم که میتونه توی ارزیابی کمکتون کنه. توجه کنید. دقیقاً نتونست کار کنه، خاموش کرد. پس یادتون باشه برق مستقیم بدید برای تست، برق مستقیم بدید به یخچال، به موتور یخچال. بعد اگه روشن نشد بزنید اتصال به بدنش رو بگیرید. اگه فازمترتون به هر جای قسمت فلزیش زدید روشن شد، شک نکنید موتور سوخته و اتصال به بدنه داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان یه تعویض موتور میخوایم انجام بدیم. سعی میکنم که از مراحلش براتون فیلم بگیرم و تو کانال بذارم که آموزش ببینید. الان این موتور اتصال به بدنه داره و کاری نمیشه کرد، باید تعویض کنید. هم میتونید با موتور آکبند تعویض کنید، هم میتونید با موتور دسته دو، ولی به شرطی که خودتون تایید کنید سالم باشه. حالا ما این موتور دیگه از کار افتاده، مجبوریم لوله برو در بیاریم و لوله هاشو جدا کنیم و موتور رو عوض کنیم. لوله برتون رو بندازید. اونایی که قدیمی هستن کار میکنن درسته، شما این چیزها رو میدونید، ولی بچه هایی که جدیدن این چیزها رو خبر ندارن که. پس من دارم برای اونا دونه دونه آموزش میدم. لوله برتون رو میندازید، به همین صورت گردش میکنه تا زمانی که شل شد شما دوباره مجدد یه مقدار سفتش میکنید. ببینید این از لوله بر انگشتی دارم استفاده میکنم. خب توجه کردید فشار و گازش هم خالی شد. حالا این یکی رو میام با لوله بر مشتی استفاده میکنم. ببینید چقدر سریع جدا میکنه. میخواستم فرقش رو به شما نشون بدم. خب حالا ما موتور رو جدا میکنیم و همون توی توضیح هم گفتم اگه قرار باشه آچار خور باشه موتوری، آچار 10 میخوره. این هم آچار 10. من اینو باز میکنم که موتور در بیاد تا ایشالله با موتور دست دوم جایگزین بشه. رسیدم به اونجا، ادامهشو براتون فیلم میگیرم. خب دوستان ما موتور رو در آوردیم. الان میخوام جاش یه موتور دیگه بذاریم. این یخچال سیلور هوس 2 طبقه است، یعنی یخچال فریزر با همه. خب ممنون. خب امو از قصد صدا میکنی؟ زشته. خب الان ما تعویض روغن داریم. شما اندازه حدود 200 تا
220 سی سی روغن باید بهش بدیم. به این صورت اینم میذارید اینجا و میزنید تو برق. وقتی میزنید تو برق موتور شروع به مکش میکنه. اینجا رو نگه میدارید، محل ورود رو نگاه کنید، محل ورود رو نگهداری، روغن تزریق میشه بهش. حدودی دیگه دستتون میاد چقدر هر موقع دستتون رو حالت مکش نگه دارید روغن رو مکش میکنه. و الان 250 سی سی من درسته و همینقدر کفایت میکنه. خب این شد آموزش تزریق روغن یا تعویض روغن یا اضافه کردن روغن به موتور یخچال. حتما هم از روغن درست و حسابی استفاده کنید. از روغنایی که لیتری میفروشن استفاده نکنید. خب قسمت بعدی قسمت جایگذاری موتوره. توجه داشته باشید دوستان، این قسمت ما میخوایم موتور رو سوار کنیم روی یخچال. وقتی سوار کردیم تموم شد، من 2 تا کار دیگه به آموزش جوشکاری هم میدم و سلام. خب پایه هاشو پایه هاشم میبندیم که موتور سوار به جای خودش بشه. رول پلاکاشو همه رو صفر میکنیم مجدد. فقط باید خیلی درست و حسابی و محکم جا بزنید که زمانی که شل باشه یا صفر نکنید به لرزه میفته موتور و سرصدا میکنه. برو حواس منو پرت میکنی اما برو میفته یخچال. بذار کارمون رو بکنم. اما من هی نگاه میکنم میگم خدایا این داره پشت چی کار میکنه، دیدی که روی یخچال بیفته. نه مامانت که نمیتونه چیز یخچال نگه داره، پس من باید حواسم به همه چی باشه. یه موقع اینجا برق نگیرته،
یه ذره اگه مقصد بریسی اموی دامادم میذارم بری کنشون، ننویسی عمران نمیذارم. خب دیگه تموم شد. پس مشقاتو بنویس، به مامانت هم بهت قول میده. میگه هر مامانم من مهره همیشه دارم تو کیفم، تو وسیله هم همیشه دارم، پیچ دارم، مهره دارم، به خاطر اینکه یه موقع تو خونه مشتری کم بیاد لنگ نباشیم. نه بذار صحبت کنه، مشکل نداره.
بله. ما چند خب دوستان ما اینو بستیم، سفت کردیم. الان میخوایم بریم قسمت جوشکاری. خب من از این کپسولا برای جوشکاری استفاده میکنم، هم قابل حمله هم خیلی راحت. دوستان خوبم سلام. ما موتور اینو عوض کردیم، بعد یه دونه موتور لبه‌دار ژاپنی انداختیم، یه مقدار لوله کم آوردیم که تیکه دادیم اینجا و فیلترش هم عوض کردیم. الان گذاشتیم برای فشار که اگه نشی داشته باشه معلوم میشه و در انتها وکیوم و شارژ، یخچال سیلور هوس. خب دوستان عزیز ما کارمون تموم شد، وکیوم کردیم و شروع کردیم به شارژ گاز. حالا اگه بخوایم ببینیم کارمون درسته، موتور استوک که گذاشتیم جواب داده یا نه، من این کارو میکنم، میرم در پوش اواپراتور رو قابشو باز میکنم، با چشم ببینم که اواپراتور پر شده، اصطلاحاً برفکی شده یا نه. الان تقریبا 5 الی 10 دقیقه است که تزریق گاز انجام دادم. با هم دیگه بریم ببینیم. خب دوستان عزیز نگاه کنید، حالا نگاه کنید تا کجا پر شده. اولی پر شده، دومی پر شده، هنوز سومی از این ور پر شده، همینجوری تا پایین میره. در ضمن گاز R600 بود که ما عوض کردیم و کمپرسور 134 گذاشتیم. اونایی که میگن جواب نمیده یا این دور چیزا درست نیست، به طول لوله مسی دقت کنید چرا جواب میده. اگه لوله مسی کوتاه باشه باید لوله مسی رو عوض کنید. شما داخل سیستم رو بشورید، با تلویزیون بشورید و حتما فیلتر رو تعویض کنید، بقیه چیزا اوکیه. اگه طول لوله مویی بلند باشه عالیه، اما اگه طول لوله مویی کوتاه باشه شما باید لوله موییتون رو عوض کنید. الان این همون جوری که مشاهده میکنید اواپراتورش داره پر میشه. دوستان وقتی ما تعویض موتور میایم خونه مشتری با این همه وسیله میایم، کپسول شارژ، ساک ابزار، جعبه کمپرسور و وکیوم، جعبه کپسول شارژ، جعبه گیج و اینم که من الان تعویض کمپرسور انجام دادم و یه کمپرسور دست دوم گذاشتم. حالا بریم داخلش ببینیم چجوری شده. دوستان اینم داخلشه که خدا رو شکر همون جوری که مشاهده میکنید اواپراتور پر شده و همینجور یخچال کار میکنه. ما تا پر بشه کل لوله های اواپراتور پر بشه، خیالمون راحت بشه، بعد تکمیل کنیم، ببندیم، تحویل مشتری بدیم. حتما تو کانال
همراه من باشید، یه چیزی یاد بگیرید تا آینده خودتون رو بسازید. کسی نبود به ما اینجوری آموزش بده، ولی شما میتونید از این فرصت استفاده کنید. نگاه کنید اواپراتور رو. مثلا این پر نشده هنوز، ولی این پر شده، چون 5 الی 10 دقیقه است داره کار میکنه. یه مقدار که زمان بهش بدیم کل لوله های اواپراتور پر میشه. خب کار ما تموم شد. تو این خونه خدا رو شکر موتور رو نصب کردیم، یخچالش قشنگ خنک کرد و بعد از تقریبا 2.5 ساعت داریم راهی منزل میشیم. خدایا 100,000 مرتبه شکر. بچه ها یاد بگیرید، به خدا براتون خودتون میگم.